رمضان آمده با بوی فرح بخش بهشت، رمضان آمده با یاد توان بخش بهشت، هدیه صاحب املاک سماوات و زمین. رمضان ماه کریم، ماه عزیز، ماه عزیز. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوب و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. با ارزشترین توفیقات الهی توفیق هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به سلامتی. ایمان یعنی امنیت و اسلام یعنی سلامتی. اسلام یعنی بهداشت سلامت در همه میادین و ابعاد زندگی. جا داره به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنم که به طور پیوسته دارید استقامت میکنید. استقامت لازم هست. بالاخره وسوسه ها زیاد هست، اما دوستان خوب میتونن کمک های قابل توجهی به دوستانشون بکنن. وقتی انسان تنهاست قطعا ضعیف خواهد شد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن المؤمن به اخیه المؤمن. مؤمن همیشه با برادر مؤمنش قوی است، به شرطی که دلسوزش باشه، خیرخواهش باشه. خیلی از دوستان بعد از نماز میان پیشم میگن شیخ یک هدیه به شما. شما فکر میکنید هدیه چیه؟ یه ساعت مچیه یا یه قلمه یا چیه؟ یا ربع سکه و نیم سکه هست. این هدیه خوب تو شبهای خوب یه دوست خوبه، یه دوستی رو با خودش آورده میگه این هدیه به شما. واقعا بهترین هدیه است، چون دوست خوب حضور خداونده در کنار انسان، حمایت خداونده، نصرت خداونده. همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. اگر ما بتونیم همیشه در زندگی کمک هم بکنیم، دوستان خوب به همدیگه هدیه بدیم. هر دوستی 10 تا دوست خوب دیگه داره. وقتی خبرت شد که تعداد دوستان خوب زیاد شده، تو هر شهری، هر نقطه‌ای برید یه پایگاه تقویتی دارید، یک ایستگاه تقویتی دارید. من این زمانی تو دانشگاه مدینه سال 58 من رفتم، 7000 دانشجو داشت اونجا. همین جوری که اینجا با شما ارتباط دارم اونجا هم ارتباطات خیلی خوبی. من سال گذشته رفتم مالازی، بعد از 20 خورده سال 4-5 تا از دوستانم ملاقات کردم تو دانشگاه عالمی اسلامی. اونم چطوری شد؟ ما خیلی با هم صمیمی بودیم. طلبه‌ای داشتیم تو بندرعباس فوق لیسانسش رو تو مالازی گرفته. یه روز به من گفت اونجا که شیخ زمانی که پایان نامم میخواست مناقشه بشه، یکی از اساتیدی که تو اون پایان نامه من حضور داشت دکتر ابن نور ازلی بود. از من سوال کرد تو ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت شخصی به اسم محمد صالح پردل میشناسید؟ گفتم بله، اون استادم بوده تو مدرسه بندرعباس تو جنوب ایران. گفت اون کجاست؟ خدا وقتی یک چیز جور میاره. گفت الان تو مالازی است، همین جاست. گفت میشه هماهنگی بکنید ببینیم ایشون. خودش الان استاد دانشگاه، دکتراش گرفته، رئیس یک قسمیه تو دانشگاه، دفتری داره، فعالیت هایی داره. حتی میگفت خانمش سفرهایی داره به ترکیه همراه جاهای دیگه ممالک اسلامی.
این دوست بعد از 20 سال همدیگه رو پیدا کردیم. منو برد تو دفترش، کتاب باز کرد، گفت شیخ این همون کتابی است که به من هدیه دادید 20 سال پیش. گفت میشه تو سالن کنفرانس دانشگاه یک کنفرانسی رو ترتیب بدی، من اساتید و شخصیت ها رو دعوت بکنم. اون کنفرانس هم برگزار شد. دوست خوب واقعا یک سرمایه هست. تو هر کجای دنیا یه پایگاهی دارید، پایگاه تقویتی دارید. ما تا میتونیم توسعه روابط اجتماعی داشته باشیم. ما یک رشد علمی داریم و یک رشد فکری، یا به تعبیری هوش اجتماعی بهش میگن. هوش اجتماعی که از ویژگی های انسان های نرماله، ارتباطات. امروز هر کسی علم داره اما هوش اجتماعی نداره، یا همزمان با رشد علمی رشد فکری و هوش اجتماعی و هنر ارتباطات نداره، علمش برباد میره، چون ابزاری که بتونه ارتباط برقرار بکنه نداره. پس انسان میتونه سرمایه های خوب و معادن خوبی رو برای خودش ایجاد بکنه. ول بکنید این معدن گچ و سنگ و شن و ماسه و سیمان تو اون کوها. ملت گرفتارن، معدنیاب خریدن، فلزیاب خریدن که یک معدن گچی یا یک معدن شن و ماسه یا یک عتیقی رو پیدا بکنن که تاریخی داشته باشه. تو خانه های خرابه پیامبر صلی الله علیه وسلم معرفی میکنه، میگه الناس معادن که معادن الذهب والفضه خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. خوب دقت بکنید به ارزشی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به انسان میده. میگه انسان ها چون معادن طلا و نقره هستند. بهترین شما در جاهلیت، بهترین شما در اسلام، به شرطی که شعور داشته باشه، به شرطی که فکر و اندیشه داشته باشه. ما دنبال کشف معادن انسانی باشیم. اینا همشون هر کدومشون یک معدنن. من اگر بگم هر کدوم از شما یک پروسه هست یا یک پروژه هست، حق شما را به جا نیاوردم، شما را تحقیر کردم، کوچک کردم، کمرنگ جلوه دادم. هر انسانی هر ثانیه عمرش یک پروژه هست، اگر انسان واقعا توفیق داشته باشه. تا چه برسه که بگیم یعنی یه معدنیه که هی تولید داره میکنه و وقتی که تجربهش زیاد بشه میشه پروفسور، استاد کرسی بهش میگن پروفسور. فکر که پیر نمیشه. خداوند روزانه 86,400 ثانیه زمان برای تولید فکر مثبت در اختیار انسان میگذاره. برای تولید هر 24 ساعت 86,400 ثانیه هست، یعنی 86,400 فرصت برای تولید، برای سازندگی، برای رشد، برای توسعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه کسانی که وظیفه عقل و که فکر کردن هست تعطیل کرده بودن و لقب جاهل و جاهلیت گرفته بودن که دختراشون زنده به گور میکردن. هنوز صدای اون دختری که پدرش از مادرش گرفت بردش به صحرا، به دخترش گفت که بابا میریم صحرا تفریح شکار. وقتی رفت اونجا دختر بزرگ شده بود، شروع کرد به چاله کندن، گودالی رو حفاری کرد. گفت بابا چی کار میکنید؟ گفت میخوایم بازی خاک بازی بکنیم با هم دیگه. تو برو تو خاک، من خاک میریزم رود، من میرم تو این گودال. هنوز صدای اون آه نالش داره میاد که زیر اون خاک خفه شد.
چون وظیفه عقلشو که فکر کردن بود تعطیل کرده بود. در نتیجه لقب جاهل و جاهلیت گرفته بود و اساس هر تباهی و نابودی هم جهله و رأس کل خطیئه جهل. در نتیجه چه؟ دخترشو تو خاک کرد، گفت بابا بازی میکنیم. کم کم خاک رفت تا کمرش. هی بابا چه کار میکنید؟ تا سینه‌اش. بابا چه کار میکنید؟ داریم بازی میکنیم. تا حلقومش، تا لبش. کم کم لباش دفن شد زیر خاک تا چشمش. هی بابا چه کار میکنید؟ بابا بابا. رفت رو سرش. بابا 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 بابا. ریخت تا اون صدا کم کم چه ضعیف شد. بابا بابا بابا. خفه شد. انسان وقتی فکر نمیکنه چه مجرم و جنایتکاری تبدیل میشه. اصلا قابل تصور برای شما هست که پدری فرزندی از کمر خودش، از نطفه خودش، از احساس خودش، از عاطفه خودش، از محبت خودش، از عشق خودش به همسرش این ثمره تولید شده؟ مگر اولاد ثمره عشق بین عاشق و معشوق، اون شوهر و اون مرد و زن نیست؟ این ثمره هست. چطوری تو میتونی زنده به گورش بکنی و اونو ننگ بدونید؟ مگر همین دختر مادر نیست؟ مگر مادر خودش یه روزی دختر نبوده؟ چه کارایی میکنه؟ شراب نخورده که سکران باشه. وظیفه فکرشو تعطیل کرده. پیامبر 13 سال تمام در مکه به عرب نگفت نماز بخونید، نگفت روزه بگیرید، نگفت حج برید، نگفت زکات بدید. احکام اصلا در مکه اونجا نبوده. همه آیاتی که در طور یا مرحله زندگی مکی پیامبر نازل شده، همه آیاتش ختم میشه به 4-5 تا حرف، یا 4-5 کلمه، یا کلمه شعوره، یا کلمه تدبره، یا کلمه نظره و نگاهه، یا کلمه تفقهه، یا کلمه فکره. افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یشعرون، افلا ینظرون. همه آیات مکی اینطوریه. تا اینکه عرب فکرمند شد، تا اینکه فکر فعال شد، عقل فعال شد. وقتی عقل فعال شد، همونایی که دخترشون زنده به گور میکردن گفتن الجنة تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادرانه. معدن خوشبختی و سعادت و رشد و توسعه و آموزش و پرورش و اخلاق مادنه. معدن جود و کرم و سخاوت و ایثارگری و عاطفه های زیبا مادره. دیگه گفتن الجنة تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادرانه. همونایی که دخترشو، مادران آینده رو زنده به گور میکردن، وقتی فکرشون فعال شد، محققین گفتن که هیچ انسانی کودن نیست، بیشعور نیست. 99% انسانها عقلشون و فکرشون و استعداد و هوششون از متوسط به بالاست، 1% پایینه، اونم عقب مونده های ذهنی. آیا انسان این 99% که از متوسط به بالان همه دارن از عقلشون و فکرشون استفاده میکنن؟ اگر اونطور بود که الان دنیا چیز دیگه بود. فقط 3% تا 4%ش این همه اکتشافات و اختراعات و رشد و پیشرفت و ترقی که میبینید نتیجه افکار 4% 5%. باقی همه جیره خورن، ول معطلن. اگر قرار بود که انسان جیره خور فکر دیگران باشه، پس چرا خدا جداگانه به هر کدوم از ما عقل عنایت فرمود؟ عقل مناط تکلیفه. بعضی موقع بعضی از دوستانی که حالیشون نیست اینطوری بیان میکنن که کفار نوکر ما مسلمان ها هستن. میدونی چقدر خطرناکه؟ تو بگی کفار نوکر ما هستن، اونا کلر درست میکنن برای ما میفرستن، ما مسلمانیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، ماشین درست میکنن میفرستن،
یخچال درست میکنن، کشتی درست میکنن، هواپیما درست میکنن، وسایل پزشکی است، همه امکانات، دارو، هر چی هست. میگن اونا نوکر ما هستن، نمیگن ما جیره خور اونها هستیم، نمیگن ما وابسته به اونها هستیم، نمیگن ما از خودمون اراده نداریم، ابتکاری نداریم، خلاقیتی نداریم. اونا نوکر ما هستن. یعنی ما چه؟ فکر تعطیل، ریش بلند، یه تسبیح هم دست بگیر، هرچی دونه های تسبیح بلندتر باشه، بیشتر باشه، بشین تو مسجد، یا الله بشمار. فکر لازم نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم 1400 سال پیش آیه در قرآن هست که میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی قدرت هست در مقابل اونها بگیرید. پیامبر قوت رو تفسیر کرد 1400 خورده سال پیش، 3 بار تاکید کرد، گفت الا ان القوه الرمی، الا ان القوه الرمی، الا ان القوه الرمی. قدرت، بر بگردید به قرآن. قرآن همش چه؟ بحث کتاب ملایی نیست. 3 بار میگه قوت یعنی پرتاب، قوت یعنی پرتاب، قوت یعنی پرتاب. امروز ما میدونیم تأثیر پرتاب یعنی چی. امروز جنگ پرتابه، امروز جنگ رسانه هاست. رسانه بگه پرتاب نیست، تو اون گوشی دنیا نشسته کلمه داره پرت میکنه. جنگ رسانه هاست دیگه. مگه ماهواره پرت نشده تو هوا؟ جنگ پرتابه. مگه موشک های قاره پیما نیست؟ جنگ پرتابه. تو اینجا داری صحبت میکنی، کلامت پرتاب میشه، اون گوشی دنیا صحبت میکنه اینجا میرسه. قرآن رو گرفتن بردن سر قبر، یه کپری میزنن، کسی مرد قرآن بیان باز بکنن بخونن. چقدر توهین داریم به قرآن میکنیم. قرآن کتاب مدرن نیست که همیشه تازه است و همیشه به روزه. سوره الرحمن امشب نخوندن، یک آیه در سوره الرحمن هست. قرآن کتاب ثواب نیست. از زمانی که مسلمانان قرآن رو به خاطر ثواب تلاوت کردن، نه به خاطر تدبر و تفهم و تفقه و درک و فهم و شعور و بهینه ساختن زندگیشون و به روز حرکت کردن با قرآن، بدبخت شدن. درسته قرآن تعبده، هر حرفی 10 حسنه. یه ختم قرآن 3,210,000 حسنه داره. ولی اون طرفش هم هست، تلاوت حکمی هم هست، تلاوت لفظی داریم. تو سوره الرحمن همین امشب خون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. نبود دیگه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این 2 تا آیه تو سوره الرحمن بود. ای معشر انس و جن، ای جماعت انس و جن، اگر میتونید به اطراف زمین و آسمان دسترسی پیدا بکنید بفرمایید، ولی هرگز نخواهید توانست مسلط بشید به کل اطراف و اکناف زمین و آسمان مگر با سلطان. همه علما اجماع کردند که منظور از سلطان عقل و فکره. این فکره که انسانو توانمند ساخته که از ماهی که کارش شنا کردن بهتر شنا بکنه، قویتر شنا بکنه، طولانیتر شنا بکنه. این فکره و سلطان و قدرت فکره که انسان بتونه از پرنده که کارش پرواز کردنه بهتر، بلندتر، قویتر، طولانیتر چه پرواز بکنه. شما یک پرنده دیدید که تو یک 20,000 پا بالا بتونه پرواز بکنه؟ بیار نشونم بده. منجمد میشه، خشک میشه. ولی هواپیما داره میره، انسان داره میره 20,000 30,000 پا بالا، 15 ساعت میره. شما یک پرنده‌ای که کارش پرواز کردنه پیدا بکنید که 15 ساعت با ارتفاع 20,000
بتونه پشت سر هم چه پرواز بکنه، ولی انسان داره پرواز میکنه. شما یک ماری پیدا بکنید که چه بتونه پشت سر هم 20 ساعت با سرعت تمام بتونه روی زمین راه بره، ولی قطار داره میره. قطارهای سر داره چه که با سرعت برق داره میره. زمانی که فکر انسان فعال شد، اگر نگاه به ژاپنی بکنید این قده، ولی قدرت فکر رو نگاه بکن. شما اگر که 500 کیلو، اصلا 500 کیلو چی؟ این میز بیا رو این بازود بگیر، 20 سر پا، چقدر میتونی تا وقتی خون آمد پایین این خشک میشه دیگه، همین هم نمیتونی نگهش بداری تا چه برسه چه؟ ولی عقلش نگاه بکن، قدرت فکرش جرثقیل درست کرده اینطوری بلند میکنه، چند تن، 10 تن، 20 تن، 500,000 تن آهن رو آب انداخته، آهن تو هوا داره میبره. قدرت فکر رو ببین. اینا کجاست منشأش؟ یه قومخیشی داشتیم چند سال پیش به من میگفت شیخ اگر این قرآنی که شما ادعا میکنی همه بحثای پیشرفت و ترقی و تکنولوژی و علم عصر رو همه درش هست، من نماز میخونم. محتاج نیست که تو نماز بخونی، تو ایراد بنی اسرائیل داری میگیری. در قرآن یک آیه هست، حالا اون آیه بعدی تو سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. میگه وقتی دو دریا به هم میریزه، وقتی دو دریا به هم میریزه، بحرین، یک برزخی بین دو لایه آب هست، حالا چه آب شیرین چه آب شور، یا آب شور و آبی که نمکش کمتره. بعضی آبها حتی تو دریا 2 تا آبه کنار همه، دیوار بینشون نیست، ولی یک برزخی هست که یک لایه آبی است. سبحان الله. دانشمندان امروز تشخیص دادن، به این نتیجه رسیدن، کشف کردن که این لایه آبی هست که نمیگذاره این آب با وجودی که همه آبن بر اون آب طغیان بکنه. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، فقط یک لایه آبی بینشونه. آیه دیگه در قرآن هست، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لا تعلمون. خیل، اسب، بغال، حمیر، قاطر و چهارپا و الاغ و شتر و اینا خداوند به 2 هدف خلقت کرده. میگه برای زینت، زیبایی، و برای نقل و انتقال. دنباله آیه خوب دقت بکنید، اکثرا جوانید، همیشه به عنوان یک کتابی که چه؟ یک کتابی که سبب عقب افتادگی ما قرآن مطرح میشه، که تعامل ما رو با قرآن ضعیف بکنن. احساس حقارت میکنیم وقتی که فقط قرآن وقتی کسی میمیره میگه اسب و شتر و قاطر و الاغ و اینا برای دو هدفه، یکی برای زینت، یکی برای نقل و انتقال. حالا دنبالش و یخلق ما لا تعلمون. خوب دقت بکنید، یخلق فعل مضارع است. فعل مضارع از آینده خبر میده و دلالت بر استمراریت میده. و یخلق در آینده و استمراریت، برید معنی فعل مضارع برای استمرار و آینده است. ما لا تعلمون، در آینده خداوند جایگزین این وسایل نقلیه که این 4 پایان باشه جایگزینی میکنه که شما نمیفهمید. ای صحابه رسول الله از این آیه سوال نکردن خدایا اون ابزار نقل و انتقالی که جایگزین 4 پایانه چیه؟ چون در زمانشان نبود، لازم هم نبود سوال بکنن، اصلا چیز هم روش مترتب نبود. اون برای امروز ماست. این یخلق شامل چی میشه؟ هواپیما، قطار، کشتی، موتور، همه ابزار نقل و انتقال. و یخلق، و در آینده هم متناسب با زمان چه؟ این ابزار جابجا میشه. درباره طب، درباره نطفه، تکوین نطفه، تکوین ابر، تکوین باد. کی میدونست که انسان در 3 تاریکی است؟ قرآن گفته انسان در 3 تاریکی پشت سر هم خلق کردیم. یکی تاریکی مشیمه هست، اون کیسه آبکی است که جنین توشه. بعد رحم، تاریکی دوم بعد چکم. یا کدوم انسانی میفهمید پیامبر نرفته بود غواصی بکنه که بفهمه که
موج زیر دریا داریم و موج چهروی دریا داریم. موج من فوقه موج. امواج درونی که چه؟ دریا رو پاک میکنه و امواج بیرونی که این آشغالا رو میرزه بالا پرتش میکنه به ساحل. امواج بیرونی هیبت خداست. یه زمانی بچه بودیم تو مکتب خانه میخوندیم و اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. معنیش نمیفهمیدیم آنگاه که دریا ذوب میشه، آنگاه که دریا گداخته میشود، گرم میشود و آنگاه که دریا منفجر میشود. اذا البحار سجرت، سجرت یعنی جوش میاد، خلخل میکنه از بس که جوش میشه. بعد که به جوش آمد و اذا البحار فجرت، منفجر میشه تو هوا تا اینکه تسونامی سومترای اندونزیا رخ داد. جزیره‌ای که زن و مرد نیمه لخت میرفتن اونجا. دوستان تعریف میکردن علما که این جزیره اولین جزیره‌ای بوده که اسلام وارد این جزیره شده. مردمشون فرشته گونه زندگی میکردن تا اینکه فساد اخلاقی و انحراف و بدعت و اختلاف و بی‌تقوایی و بی‌ناموسی در میان اونها رخنه کرد. پدر در نماز صبح بود، دختر و پسرش تو کاباره و بار بودن. بی تفاوت نسبت به دختر و پسر، نسبت به ناموس، نسبت به جامعه. فکر میکرد که خودش نماز بخونه کافیه. به دخترش نمیگفت تا نصف شب کجا بودی، پسرش کجا رفتی، با کی هستید. سبحان الله، در یک روزی که زن و مرد همه اونجا نیمه لخت و عریان بودن، شنا میکردن، یک دفعه آسمان تاریک شد. یک فعل و انفعالاتی در زیر آب شد، در ته دریا. زمین جابجا شد، مواد جابجا شد. زلزله‌ای در زیر آب رخ داد. 9 رشته. زمین باز شد. مواد مذابی که اون منطقه بود، معمولا جنوب شرق آسیا، کوههای آتشفشان و فلان، اونها هم فعال شدن. زمین باز شد، آب فروکش کرد، کل آب رفت پایین. اینهایی که کنار ساحل بودن، تو جزیره بودن، طوری وسوسه شدن که برن ببینن آب کجا رفت، کجای دریا سوراخ شد آب رفت. اینا را برد تا سر اونجایی که آب رفته بود پایین، آب فروکش کرد. یک دفعه 15 متر با سرعتی که خدا میدونه و قدرتی که خدا، این آبی که اول مواد مذاب قاطیش کرد اونجا به اوج حرارت رسون، بعد منفجرش کرد تو فضا. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. حالا رفته 15 متر آب آمده بالا. اینجا بود که احساس خطر کردن. یه عده شورت خالی تنشان بود، یه عده لخت بودن. زن و مرد اگر 2 تا پا داشتن 4 تا پای دیگه قرض گرفتن و شروع کردن به دویدن. حالا شده کابوس ببینی که یه دزدی میخواد تو رو بکشه، یه قاتلی دنبالت، یک مجرمی خنجر گرفته، هرچی میدوی سر جای خودتی، صدا میزنی ایها الناس منو میخواد بکشه، صدا نمیره، سر جای خودتی دزد بهت میرسه، قاتل بهت میرسه. شبیه کابوس شده بود براشون، هرچی میدویدن نمیتونستن. 15 متر ارتفاع منفجر شد، مواد مذاب، جوش با سرعت 800 کیلو در ساعت اونها رو دنبال کرد تو ساحل. هرچی میدویدن، چقدر میتونه یک دونده 100 متر سرعت چقدر میتونه بدوه؟ با سرعت 800 کیلومتر در ساعت همین انسانها رو دنبال کرد که این جزیره پاک و تبدیل به فحاشه خانه کرده بودن. دنبالشون کرد تا مسافت 10 کیلومتر با سرعت 800 کیلو در ساعت رفت و خشکی. کشتی 2000 تنی آهن بلند کرد، بر روی یک روستا گذاشت. قدرت خدا رو ببینید. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. همه جسدهایی که پیدا شده بود بعد گرفتن اون 500,000 جسد، اکثرشون کبود بود، سوخته بودن. آب که آدمو نمیسوزونه،
نمیشه با قدرت خدا. و ما یعلم جنود ربک الا هو. روزی که خداوند زمین رو از آسمان جدا کرد، زمین در حال لرزش بود. خداوند در حضور و انظار ملائکه کوه و انداخت تو زمین. زمین آرام گرفت، لنگر شد. و الجبال اوتادا. اوتاد جمع وتده، تو سوره نبأ هست. وتد میخی که خیمه رو میکوبن که باد اونو چه نلرزونه. و الجبال اوتادا. این کوههایی که میبینید 1/3 روی زمینه، 2/3 تو لایه های زمینه که قارات رو به هم وصل کرده. و الجبال اوتادا. زمین لنگر شد. فرشتگان گفتن بارالله، از کوه مخلوقی قوی تر دارید که چطوری زمین رو لنگر کرد؟ گفت بله، از کوه قوی تر آهن دارم. پتک میزنید صخره رو تکه تکه میکنید. گفتن بارالله، از آهن موجودی قوی تر ساخته اید؟ گفت بله. آتش قوی تر از چه؟ آهنه. کارخانه ذوب آهن اصفهان، آتش آهن رو ذوب میکنه. گفتن بارالله، از آتش موجودی قوی تر ساخته اید؟ دارید در اختیار؟ گفت بله، آب. کی باور میکرد؟ به نظر شما این قوی تره؟ من اگه بزنم این انگشتم یا مشتم خونالود میشه، انگشتم خرد میشه. حالا بزنم تو آب، این قوی تره یا این صخره؟ عقل من تو میگه این قوی تره، ولی خدا میگه این قوی تره. اینا کن. گفت از آتش قوی تر آب. آتش رو خنثی میکنه. گفتن بارالله، از آب قوی تر هم دارید؟ گفت بله، باد. وقتی طوفان میاد حد قطری آب به جایی میزنه، دریا رو متلاطم میکنه، پرت میکنه به ساحل، به اون طرف، هر طرف که باد بچرخه. گفتن بارالله، از باد موجودی قوی تر دارید؟ گفت بله، از باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین و از همه موجودات قوی تر بنده مؤمنم هست. قدرت بنده مؤمن من که به من وصله. چرا خودمون رو کم گرفتیم؟ یعنی تو در همین حدی که یه سیگاری دود بکنی، تو که حق امضا دارید از جانب خداوند، مگر خلیفه حق امضا نداره؟ جانشین نیست، جانشین فرمانده نیست. مگس نمیتونی از تو روی خودت؟ انسان راه رفتن ماهی از ماهی بهتر شنا میکنه، از پرندگان بهتر پرواز میکنه، از مار و کرم بهتر میخزه. راه رفتن خودش رو گم کرده، خودش نمیتونه چطور راه بره. همه رو به حرف آورده، پرنده رو به حرف آورده، توتی آورده، حرف یادش داده، دلفین آورده، تربیت کرده، نهنگ رو تربیت کرده، پشت نهنگ نشسته، پشت کوسه ماهی نشسته، گرگ و خرس و شیر رو آورده تو سیر، تو خیمه، با یک خیزرانی میچرخاندش، به رقص در آورده، ولی تربیت خودش و اولادش رو فراموش کرده. من در نماز تراویح نقل میکردم به دوستان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده در آخر الزمان روزی میرسه که افرادی از امت من بیان یک توله سگی گربه به روی شما تربیت بکنن، بزرگ بکنن براشون، خیلی بهتر از این که فرزندی رو از نطفه خودشون و از کمر خودشون تربیت بکنن. طرف یه توله سگی آورده تو خونه، یه اتاق خصوصی، دوشک و بالشت و تخت، مسواک براش خریده، خمیر دندون خوب براش خریده، صابون خیلی خوب گران قیمت براش خریده، گوشت براش میاره. بعدم عصر که میخواد روز جمعه بره بیرون، بچه هاشو میذاره تو خونه، این بچه‌شو میذاره صندلی عقب یا جلو موتورش کنار ساحل. مردم هم بهش نگاه میکنن، این چه شاهکاری کرده. یه روز تو یکی از روزنامه ها دیدم که
طولانی ترین ناخن در دنیا یه هندی بود، ایستاده بود، این انگشتش، یه انگشت کوچکش تقریبا 1 متر و 20 سانت یا 30 سانت اگه اشتباه نکنم انگشتش بود، این ناخنش تا اندازه قدش. یه لبخندی زده بود، یه ژست هم گرفته بود، عکس ازش گرفته بودن. طولانی ترین انگشت ناخن در دنیا، شاکار کرده. باید اولاد تربیت کرد، استعدادها رو. نقش تربیت در سازندگی، در کشف معادن، در بهره‌وری و بهره‌برداری. شما واقعا سرمایه هستید، هر کدومتون یک معدنه، یک معدن. تکنولوژی فکر، اینو فعال کنید. خداوند بر مبنای فکرتون باتون صحبت میکنه. به خواهران دارم میگم، از بس که برادران و خواهران و برادرانشون رو دوست دارن، به من یادداشت دادن شیخ امشب درباره این بگو، امشب درباره این بگو. من میخوام دوستم بشنوه، من میخوام شوهرم بشنوه، من میخوام خواهرم بشنوه، من میخوام خانمم بشنوه، من میخوام پدرم بشنوه. امشب کاری کردم پدرم با خودم آوردم. شما که خوبی. یه روز پسر بچه کوچیکی سبب توبه پدرش شد، برگشت به خانه گریه میکرد. مادرش گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت من رفتم مسجد، همکلاسی هم از من مسخره کردن، گفتن هو بابای من کن تو صف نمازه، بابای تو که نیست، بابا بی نمازه. مامان چرا بچه ها از من مسخره میکنن؟ میگم بابا بی نمازه. چرا بابا نمیاد با من؟ گفت صبر کن، وقتی بابات آمد از بازار خونه به بابات بگو بچه ها همکلاسی هم تو مسجد از من مسخره کردن، بابات بی نمازه، بابات بی نمازه. هر کسی باباش نشون من میده این بابای منه. باباش که آمد گفت پسرم حالا به بابا بگو. زد زیر گریه، گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت بابا من میرم مسجد، همه از من مسخره میکنن که بابای تو بی نمازه. ناکن همه باباهاشون نشون من میدن این بابای منه، این بابای منه، این بابای منه. پس بابای تو کجاست؟ بابا جون نمیشه تو با من بیای مسجد تا دیگه بچه ها از من مسخره نکنن؟ خواهش میکنم بابا بیا که از من دارن مسخره میکنن. کاری کرد که پدرش از این رو به اون رو بشه. یک بچه نیم وجبی. بعضی موقع شاگرد آدم سبب توبه استاد میشه، بعضی موقع بچه آدم سبب توبه پدر میشه. در حق هم دیگه کوتاهی نکنید. از نصیحت بدتون نیاد، از تذکر بدتون نیاد. برای هم دیگه دعای خیر بکنید. میگم خیلی از عزیزان به من میگن این جیبم پره، داشت امشب میشه شیخ درباره این موضوع صحبت بکنید؟ یه دوستی آمده اگر این موضوعات بشنوه قطعا روش تأثیر میگذاره. پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک صحابه که تقاضای نصیحت کرده بود گفت لا تغضب. گفت یا رسول الله یه نصیحت دیگه. گفت لا تغضب. گفت یه نصیحت دیگه. گفت لا تغضب. 3 تا نصیحت تقاضا کرد، یه نصیحت کرد. میدونی علتش چیه؟ چون پیامبر روانشناس بود، نگاه کرد که چه این برادر همه چیزش خوبه فقط عصبانی مزاجه، دست گذاشت رو همون یک اخلاقش که اگر تاکید کرد 3 بار که اگر اینو کنار بذاره دیگه عیبی نداره، میشه نور علی نور. ما یک اخلاق نازیبا اگر کنار بذاریم در سال میشه 12 تا اخلاق نازیبا، 12 تا اخلاق خوب جایگزینش میشه. خدایا دشمنان ما را تبدیل به دوستانمان بگردان و بعد از اون دوستی لذت ببریم. خدایا به دوستان ما بیفزا، به دوستان خوب ما بیفزا و از برکات دوستان خوبمون ما را محظوظ بفرما. دوست تو میتونه مادرت باشه، پدرت باشه، همسرت باشه. اسرائیل ما رو تعقیب میکنه. این ساعت بهتون گفتم این ساعت موچی نیست. اگه ادامه بدم دیگه از اون طرف وقت نمازمون، ولی میتونیم خیلی به هم دیگه نفع برسونیم. فکر نکنید من اینجا نشستم از شما بهترم. ما همه وصلیم به دعای خیر هم دیگه.
این همه از من تقاضای دعا میکنید، من حق ندارم از شما تقاضای دعا بکنم؟ من از در مسجد رو پله مسجد شیخ برای ما دعا بکن، شیخ برای ما دعا بکن، من حق ندارم؟ ما آقای شما نیستیم. نوکر خوب نمیخوای؟ خدمتکار خوب نمیخوای؟ تو فکر بچه هاتون باشه، براش دعا بکنید تا دیگه خدمتکار خوبی باشه، بهت خیانت نکنه، بچه هاتو خوب تربیت بکنه. التماس دعای خیر از همتون دارم برای من و خانواده‌ام. منم برای شما دعا میکنم، برای من دعا بکنید تا خدا به من توفیق بده در حق شما کوتاهی نکنم، در حق اولادتون کوتاهی نکنم. و همه علما همینطوری که شیخ ما توی این محراب واقعا احیاگری کرد که هنوز اون نفس گرمش مثل یک اون صحبت‌های گیراش و جذابش باور کن مثل یک نسیم خنکی داره میوزه و آرامش به ما. شیخ زیایی شهید رحمت الله علیه در حقیقت پدر معنوی همه ما و امثال ما بود. موفق و مایت باشید. سلام بعدی رو میخونیم. فشرده عزیزانی بیرون ایستادن